دوستان خوبم سلام. امروز اومدم راجع به آقای شهریار قنبری صحبت کنم و ممکنه بابت این صحبتام خیلی توهین بهم بشه، خیلی مثلا تحقیر بشه و چه میدونم از این آدمایی که ما متاسفانه تو مملکتمون یه جوری هستیم که ما مردم خیلی آدمای بت پرستی هستیم، خیلی آدمای مقدس کنه، این آدما رو خیلی مقدس میکنیم کلا. حالا نمیدونیم که فقط مقدس خداوند هستش و مردم همه محترمن، یعنی همه احترام دارن. اگه مثلا آقای کیمیایی مثلا کارگردان خیلی خوبی هستن، یه علی آقایی هم هستن که مثلا 40 تا 50 تا گوسفند میتونن ببرن چرا بگردونن، تمیز و مرتب برگردن سر جاش. و 100 نفر دیگه، هزاران نفر دیگه نمیتونن مثل علی آقا مثلا این همه گوسفند ببرن تو صحرا بچرخونن و همشون سالم و صحیح برگردونن بیان تو. یعنی هر کسی توی 34 تا استعدادی که کشف شده، استعداد داره، میتونه تو رشته خودش بهترین باشه. حالا بعضیا مثلا سوپر استار مثلا کریستیانو رونالدو میشه، حالا شغلش یه جوریه که مثلا تو چشم مردم معروف شه، ولی خیلی مثلا یارو طرف استاد مثلا نمیدونم سیمکشی ماشینی، طرف استاد مثلا نمیدونم مکانیک، چه میدونم صافکاری ماشین، طرف استاد مثلا دامداریه. خب اینا بنده خدا دیده نمیشن دیگه، فقط اون کسایی که مثلا بالاخره جلوی دوربینا هستن دیده میشن. خلاص این همه آدم هستن که اینا همشون محترمن، یعنی همشون سوپر استارن، منتها بعضی دیده میشن بعضی دیده نمیشن. و این دلیل نمیشه که آدم بیاد بره آدما رو مقدس کنه، طرف و خدا بدونه، طرف و دیگه نمیشه تایید. نه، همه آدما محترمن و هممونم یک استعداد عالی داریم تو وجودمون. حتما از اون 34 تا استعداد 4 تا 5 تاشو داریم که اونا مثلا میبینی دنبال اون استعدادا رو کشف کردن، دنبالش رفتن و تمرین کردن و نمیدونم پروال بهش دادن. خیلی نه اصلا بیخیالش شدن، رفتن نمیدونم معتاد شده، یکی رفته دزد شده، یکی رفته زندانی میشه، که قاتل میشه و اون استعدادی که تو وجودش هست نمیره پرورش بده و دنبالش بره، مثلا تنبله یا هر چی هست. برای همین عزیزای من آدما محترمن و من میدونم، یعنی الان به خاطر این صحبتی که راجع به آقا بکنم مطمئنا خیلی قرار بهم توهین بشه، ولی برام مهم نیست. ببینید ایشون یکی از پایه‌های ترانه نوین این مملکت هستن، در شکی هم نیست، این هم آهنگ ازش در اومده. ولی ایشون میدونی شخصیت خودش یه شخصیت خیلی نازل و کوتاهی هست. یعنی اصلا یک آدمی که یک حرفایی میزنه من یعنی باور میکنین اصلا کف میکنم از این همه سطح پایین بودن یک آدم. یعنی ایشون مثلا میاد آدما رو مجبور میکنه که بهشون توجه بشه. مثلا الان 80 میلیون ایرانی خوب توی چون آزادی ندارم، فقر، بدبختی، بیچارگی، توی نون شب. یعنی مثلا طرف وقتی تو گشنته عاشقی نمیفهمی، وقتی تو نمیدونم تشنته مثلا نمیدونم عاشق نمیدونم مایکل جکسون که نمیشه، که گشنت اصلا حالیت اصلا نا نداری بخوای عاشق کسی بشی. بعد ایشون میگن من تعجب میکنم که یک ملتی اسم من آرتیست نمیدونم عالیشون رو نمیدونن و به جای که بگن شهریار میگن شهریار. آخه چه حرفیه؟ مثلا شما یعنی اینقدر شما آدم سطح پایینی هستین که مردم با این همه بدبختی باید مثلا حواسشون به شما باشه که اسم شما رو شهریار نگن شهریار بگن. آخه میبینی یک سری حرفا میزنه آدم مثلا برقش میپره. مثلا یه بار دیدم با کانال من و تو ایشون مثلا چون من تمام مصاحبه‌های ایشون رو گوش دادم، یعنی من الان 4 فصل آنکات ایشون با آقای امیر قاسمی رو فایل صوتیشو دارم، بعضی وقتا میشم گوش میدم. نمیدونم ایشون برنامه اینو من با تو من و تو ضبط کردن، یعنی خیلی من حتی مثلا این برنامه با آقای منصور سپندش که همون با ایشون صحبت من تقریبا تمام مثلا صحبت اینا رو دنبالش میرفتم، چون با من آدم مثلا هنرمند، چون من خودم آدم عاشق موسیقی و هنر و نمیدونم اینا هستم، همونجوری که هر مصاحبه از آقای عدلان سرفراز در بیاد، هر مصاحبه از آقای جنتی عطایی، مثلا آقای فرید زولان، آقای هر کسی تو عالم بابک افشار من فلان نگه تو موسیقی بشه چیز بشه، یعنی مصاحبهشون بیاد بیرون، من حتما میرم نگاه میکنم و از صحبتاشون سعی میکنم استفاده کنم. و ایشون مثلا منم خب ایشون هم خیلی دنبال کردم. آقا رفته مثلا با تلویزیون من و تو صحبت کرده، اوکی. آقای رهای اعتمادی اومدن رفتن کنار سواحل نمیدونم کجا نشستن کنار با ایشون نشستن صحبت میکردن. نه، اولا تلویزیون من و تو اومد نمیدونم به من بدی کرد، اینا توطئه کرده بودن که منو بدنام کنن و بیچارم کنن. برای چی؟ برای که از بنده عکس‌های دفرمه گرفتن که چهره من تو عکس بد بیفته.
خب آخه مرد حسابی شما 70 سال نمیدونم اینا سنتونه، هنوز نگران چهرهتونه که من و تو مثلا اومده توطئه کرده از شما عکس زشت گرفته و نمیدونم او کامرامنش و صدا بردارش نمیدونم عدسی اومدن موزیگری کردن. روز اولی که ما ضبط کردیم گفتن صداهاتون همه رو پاک کردیم بعد دوباره بیاین ضبط کنین. چقدر این تلویزیون پس فطرتن. و در آخرش هم یک جمله خیلی جالبی که گفتم من برقم پرید، تلویزیون من و تو باید اینو بدونه که اونها من چیزی از دست ندادم ولی اونها تا ابد شهیار قنبری رو از دست دادن. اصلا کف کردم خدا این چی داره میگه. الان از 80 میلیون ایرانی اون موقعی که تلویزیون من و تو داشت کار میکرد فکر می‌کنم 75 میلیون پای تلویزیون من و تو بودن. دیگه فکر می‌کنم برای برنامه بفرمایید چامش که دیگه فکر کنم تمام ملت ایران پاش بوده. یعنی تلویزیون پربیننده که کلا ایرانگیر شده بود دیگه. اگه از حق نخوایم بگذاریم و نمیدونم چیز ندارم همه ایران یعنی هر جا میرفته تمام مثلا خانمای سن بالا همه پای تلویزیون من و تو بودن و اینا اومدن تو رو آدم ثابت کردن و تو رو آوردن تو برنامه‌شون و تو رو دوباره یاد نسل جوان انداختن. الان شما بیان 80 میلیون ایرانی دارن میگه ایشون همین الان بیاد فردا خیابونای ایران راه بره، اگه بیشتر از فوقش 1 میلیون نفر ایشونو شناختن من بهشون جایزه میدم. یعنی من مطمئنم 79 میلیون نفر ایشونو نمیشناسن. اونم مثلا با تو نسل ماها، یعنی نسل با دهه، حالا ما که مثلا من دهه 60 ام، دهه 70 80 مطمئنم که ایشونو نمیشناسن خیلی هاشون. و ایشون میاد میشینه میگه منش آخه عزیز من اونا چرا براشون آوردن تو تلویزیون خودشون معرفی کردن دوباره تو رو سر زبونا انداختن. کما که مثلا من خودم به شخصه واقعا مدیون رها اعتمادی ام از این بابت که اومد مثلا با اردلان سرفراز استاد اردلان سرفراز مثلا سخنرانی کرد، مثلا ایشون نمیشناختم اصلا نمیدونستم کی هستن. وقتی یک صحبت اومد با ایشون کردن که چه برنامه مثلا کاملی هم بود که ایشون اومد مثلا خاطراتش از زمانی که مثلا تو ایران بود اینا همه نشست به تعریف کردن تمام اون اشعار مثلا فاخری که مثلا با اینا وقتی مصاحبه کرد من تازه فهمیدم اردلان سرفراز کی و چیه. چه یک سری برنامه‌ای که رها اعتمادی اینجوری تولید میکرد و با بابک افشار نمیدونم فرید زولان با همه اینا میرفت ضبط میکرد. تازه ماها رو تازه منی که دهه 60 هستم و بعد مثلا 40 سال سنم ما الان باید اینا رو بشناسم، تازه از طریق اینا طریق رها اعتمادی تونستم مثلا صحبت ایشون اساتید رو بشنوم. و ایشون میاد میگه آره من اینا تا ابد خب این از بعد مثلا میاد میگه جز حرفاش ما نسلی بودیم که نسل گذشته ما مثلا صد راه ما بود، مثلا به ما میدون نمیداد. خب اینو مثلا با حالت گله می اومدن میگفتن و ممنونم مثلا از آقای نمیدونم مثلا منوچهر سخایی که به من جوان اون موقع مثلا میدون داد که من بیام کار کنم. حالا ایشون میاد ازش سوال میکنن که آقا شعرا و ترانه سرایان جدید ایران همشون آشغالن، همشون به درد نخورن و تو بهترین حالتشون نسخه های کمرنگ و بیرنگ دهه 50 ما. خب الان مدرسه بی خود داری چی کار میکنی؟ تنها با یه مدل حرف زدنت چجوری داری مثلا نسل ماها رو نسل بعد ماها رو که مثلا الان دیگه رو یک بچه‌ای که مثلا پر از ذوق و سلیقه است و میخواد بیاد بشینه یک شعری از خودش بگه با این حرف تو باید چیکار کنه؟ مثلا من خودم مثلا آقای یغما گلرویی مثلا ترانه رانندگی در مستی رو گفته. من از شما خیلی افتضاح و آشغاله. تصور کنی که سیاوش خمیشی خون خیلی افتضاحی. تازه من میگم سواد ادبی ندارم، هیچ ادعایی هم ندارم. اصلا من دارم از مردم و از کسی که ویدیوی منو نگاه میکنن دارم سوال میپرسم. آقا من خر من نفهم مثلا از ادبیات حالم نمیشه. مثلا آهنگی که نمیدونم این همه حالا مثلا این آقای دکتری بود که بنده خدا چند سال پیش تو جاده تصادف کردن و خود کردن اسمش من نمیدونم چیه، خیلی از اشعار ایشون تعریف میکنن. این همه ما خانم مونا برزویی داریم، خانم نمیدونم مریم حیدرزاده داریم، این همه شاعره که دارن کار میکنن. یعنی اینا همه‌شون افتضاحن، همه‌شون باید برن بمیرن چون تو بهترین حالتشون نسخه های کمرنگ دهه 50 اینا هن. و فقط ایشون مثلا آخه خیلی برای من جالب بود وقتی که از ایشون انتقاد میشه یک جوری حمله میکنه و ترور میکنه آدم‌ها رو که اصلا باورم نمیشه. مثلا آقای شوبرت آواکیان که به نظر من بسیار موزیسین بزرگیه، بسیار، چون اصلا ارمنی‌ها کلا اصلا وقتی به دنیا میان اصلا کلا اینا همشون با موسیقی به دنیا میان، اصلا کشور دوم موسیقی دنیا همینان دیگه. اما مثلا مارتیک ویگن نمیدونم اینا همشون مثلا خب ارمنیان دیگه.
همشون واقعا قولای مثلا. و ایشون مثلا میگه آقا از اشعار میاد ایراد میگیره، میگه آقای شهیار قنبری مثلا در ترانه حرفشون میگه پیش تو قد برگم واسه تو راضی مرگم، و این اشتباهه. بعد میگه واسه تو قد برگم پیش تو راضی مرگم به دلایل خودش. اصلا من سواد ادبیاتی هم ندارم، هیچم نمیگم، فقط میگم آقای شوبرت آواکیان گفت آقا این اینجا اشتباهه. مثلا گفت آقا چشم ماهو در میارم یه نوردوون میارم. خب شما اول باید نردوون رو بزنید ازش بری بالا، بعد چشم ماهو در بری. اگه بری چشم ماهو در بری بعد بری از کجا نوردوون بذاری پایین؟ خب ایشون اینجوری داشت میگفت. و آقای امیرقاسمی تو برنامه آنکات از این مثلا مطرح گفت آقای شهیار قنبری یک سری آدمای کوتوله مثلا نفهمی که اصلا از ترانه هیچ چیزی ندارن میان شکر زیادی میخورن و چیز میکنن. آخه این چه چیز احمقانه ای؟ تو اصلا اندازه این نیستی به راجع به چی صحبت کنی. تو شوبرت اصلا کی هستی؟ و مرد حسابی یه نفر تو انتقاد میکنه بعد اینجوری جوابشو بدی؟ یعنی باید همچی با تحقیر و فوت، یعنی جوابش اینه شروع کنی انقدر اول رو بکوبیش پایین که مثلا خوب که زیر تو در انظار مردم لهش کردی، حالا مثلا بیا مثلا جوابشو بدی. یعنی شما اصلا دقت کنی اگه آدما قربون ایشون برن، ایشون لطف میکنن یه لایکی میزنن. چون الان وقتی شما تو پیج ایشون میرین میبینین که اولا که لیمیته، یعنی اصلا اجازه کامنت گذاشتن به خیلی از آدما تو صفحه اینستاگرامی که من اصلا ازشون دیدم به هیچ کس اجازه کامنت به همه مردم نمیذاره و تنها کسایی اجازه حرف زدن دارن که فقط قربون ایشون برن. میگن شما خدایی، شما استاد، حالا ایشون هم لطف میکنن یه قلبی، یه لایکی، یک تشکری میکنن. وگرنه یک نفر یک کلام بخواد چیز کنه، انتقاد بکنه، بدترین حمله و همونجا هم بلاکش میکنن. ایشون الان هنرمنده، مثلا چه میدونم اسطوره مثلا هنر ایرانه با این طرز رفتارشون. اول من جالبه با تو کلاب هاوس اومده بودم، مثلا 40-50 نفر بیشتر تو کلاب هاوس نبودن. من برام تعجبه یک ملتی الان آرتیستش تو کلاب هاوس اومده و 40 نفر بیشتر نیومدن. این چطور ممکنه؟ یعنی الان باید مثلا از 80 میلیون ایرانی 70 میلیون هجوم بیارن اون روم مثلا کلاب هاوس رو منفجر کنن که ایشون اومدن. ببین من اینا همه دارم عنوان میکنم، هیچ هم اصلا نظر نمیدم. شما خودتون میگم ما مردمی هستیم که هر کسی اگه طرف خوشگل عالم باشه، هنرمند عالم باشه، نمیدونم بهترین عالم باشه، بیاد برامون چوز کلاس بذاره یا خودش تعریف کنه، هممون متنفر میشیم ازش. این تو ملت ما ایران هست. هر کی میگه نداره دروغ میگه به نظر من. حالا ممکنه بعضی هم باشن ولی اکثریت ملت ما اینن که هر کی که خدای هر چی نمیشه بیاد جلوی مردم چوسی بیاد منم بکنه، همه بدشون میاد. و این آدم هم دقیقا همین کاراشه. آخه مرد حسابی مثلا مردم تو این همه بدبختی، آخه تو کی هستی که همه مثلا بعد من هجوم بیارن که تو مثلا اسم شهریار نیست؟ کدوم یکی از همدوریای ایشونی ادعا رو در میاره؟ مثلا من دیدم برنامه آقای اردلان سرفراز رو دیدم که از ایشون پرسیدن که آقا نظر شما در مورد ترانه سرایان جهی ایران چیه؟ گفت من بسیار مثلا استعدادهای درخشان توشون میبینم، بسیار مثلا جوانای مستعد میبینم. و یه نمونه مثال زد، گفت در آهنگ خواجه امیری، احسان خواجه امیری، نمیدونم آهنگ خداحافظی، نمیدونم همچین چیزایی، الان ببخشید من نشیدم آهنگشو. بعد گفت مثلا یک جا میگه، نمیدونم ببخشید نقل مضمون نمیدونم، حالا اونا که واردن خودشون میدونن، میگه که اگر سبز آمدم زرد ماندم، نمیدونم چه همین مایه ها گفت وسط آهنگ میگه. و این نشونه از اون ذوق فوق‌العاده و مثلا استعداد فوق‌العاده و شاعر و آهنگ داره میده. یعنی ایشون رفتن قشنگ آهنگای ایرانی رو گوش کردن، با دقت هم گوش کردن و یه موردی که بهترشون همون هم عنوان میکنن. این اسمش میشه یه استاد، یه آدمی که نسل قبل و نسل بعدش داره ساپورت میکنه. ایشون همه آشغالن، همه گندن، برن بمیرن اصلا همشون. یعنی شما فکر کنید مثلا ایشون اگه نرفته بودن خارج، تو ایران مونده بودن، مثلا ورکشاپ های ترانه نویسی اینا مثلا تو ایران برگزار بکنن، ببین چند تا استعدادشون کور میکردن، چند نفر تحقیر میکنن که طرف حالا با یه ذوق و سلیقه اومده بعد بیخیال شاعری میشه، مثلا میرفت لباس فروشی وام میکرد، میرفت نمیدونم خیاطی میکرد. ببین میخوام بگم این آدم اینقدر شخصیت حقیری دارن نظر من. حالا دوستدارانش، عاشقانش ممکنه منو فوشکش هم میکنن، منو زیر بالا من یکی کنن، یا مثلا میگه ازشون راجع به مثلا فیلم‌های سینمایی، سوال فیلم سینمایی نمیدونم وای چه سوال فوق‌العاده‌ای کردین. من باورم نمیشه یه ملت فعالیت‌های سینمایی آرتیستشو ندونن چیه. حالا ایشون یه فیلم خانه خراب برای آقای نصرت کریمی بازی کردن که باز من بیشور، من نفهم، من خر اصلا از فیلم و سینما هیچ حالی نیست که مثلا یه فیلم مزخرف فیلم فارسی دیدم از اون فیلم خانه خراب هیچ.
یه فیلم هم ایشون به عنوان شام آخر ساختن، یعنی همین دوتا فیلم رو کار کردن. میگن مردم باید هجوم بیارن و از فعالیت‌های سینمایی من سر در بیارن، مثلا بعد گوششان. حالا اون فیلم خانه خراب هم که ایشون ساخته بود، از فیلم‌های خیلی تلخ و دارک و سیاه، آقای خدا بیامرز پرویز فنی‌زاده هم بازی می‌کرد. اصلا من نصف کار من که اصلا حالیم نشد چی به چی شد، اصلا من که کلا گوگیجه گرفتم اصلا پاشنم پای فیلم. حالا اونایی که چی می‌دونم منتقد سینما هستن، ای کاش آقای فراستی میتونستن مثلا کار ایشون رو نقد کنن که مثلا از نظر ایشون ببینم ایشون اینقدر ادعا داره مثلا فیلمشون چیه. و خلاصه همین دوتا فیلم رو ساخته، بعد همه مردم بعد هجوم بیارن ببینن شهریار قنبری شاعرشون چه فعالیتی است. بابا خدا الان آقای نمیدونم مسعود کیمیایی که 400 تا فیلم ساخته، آقای نمیدونم بیضایی، آقای فلان فلان، آقای اصغر فرهادی یک کلمه نمیاد بگه آقا مثلا بیاین اون کلفه 2 تا اسکار من بیاد مثلا بگه من تعجب میکنم کسی مثلا فیلم شهر زیبای منو ندیده باشه. مدرسه بهش 2 تا فیلم کار کردی، یک جورم میاد میشینه. و آقای نمیدونم مثلا چی نادری مثلا بودن که نمیدونم بخش که اسامی رو اشتباه میگم حضور ذهن ندارم، که اومد به من جوون چیزا گذاشت فیلم خانه خراب من ساخته بشه. حالا مثلا فیلمنامه رو بشه به هر کی نشون ده هم گفتن نوار با پیکاری فیلم مزخرف چی میخوای بسازی. یه آدم که پیدا شده بعد من داره یک جور از اون آدم تبلیغات میکنه که مثلا او چقدر کاشف استعداد بوده دیگه، او چقدر مثلا آدم فهیمی بوده که اومده سرمایه گذاشته فیلم من ساخته بشه. حالا شاید مثلا یه آدمی بوده اینا مثلا باباش آقای حمید قنبری رفیق بوده، حالا تو رفاقت یکی اون یکی اومده مثلا یک پارتی بازی ولی کرده، حالا مثلا یه سرمایه در یک جور میاد صحبت میکنه که انگار مثلا اون ایشون میفهمیده که این نابغه کل سینمای مملکتم ایشون هستن و همه مثلا من فقط ایشون فهم اینو داشتن که این چه مثلا نابغه‌ای بوده. یعنی می‌بینید دریایی از این صحبت الان خیلی اصلا تو ذهنم است، ممکن الان ویدیو رو قطع کنم با خودم بگم کاش اونم میگفتم مثلا. یعنی دریایی از این مسائل. و یه چیز دیگه که برای من خیلی جالبه، حالا میگن تو اشعار ایشون میگه همه گندن من خوبم، من آقا یه آدم بی سواد نفهم، مثلا از راضی ادبیات هیچ نمیدونم، فقط سوال دارم. میخوام به شما بگم که آقا من وقتی دارم مثلا آهنگای ایشون رو مثلا ترانه‌های ایشون رو گوش میدم، میبینم مثلا ایشون میاد یه ترجیبند مثلا میذاره و یک سری مثلا همینجوری ترانه‌ها رو که می‌نویسه پایینش هم ترجمه مثلا میگه با طریق یادها همسفرم وقتی دورم به تو نزدیکترم، تو ترانه سفرنامه‌شون. خب بعد مثلا میگه چشم گاوی دردیست، نمیدونم جان لنون در باران، قهوه سن میشل، نمیدونم متروی پرسه‌ای در خیابون زنخرابای پاریس، پیقل نمیدونم کجا، نمیدونم ترسیگاری توی چیز، نمیدونم یخچال از برق کشیده، تلویزیون نمیدونم سوخته، همینا رو من داره کنار هم میگم. مثلا حالا یه اسم جان لنون در باران هم توش اضافه میکنه، مثلا میگن وای مثلا چیز خفنی ایشون گفت، مثلا الان دیگه چه اسم عجیب مثلا جان لنون، مثلا الان میگم گیچات از این اسما اینجوری هم تو ترانه‌شون میگن و تاش میگن با حریق یادها همسفرم وقتی نزدیکترم. من آقا آدم بیشور آدم نفهم. به نظر شما این خیلی شاهکار هنریه و تمام ترانه‌سرایان بعد انقلاب همشون آشغال و نسخه های کمرنگ اینه. اینا مثلا واقعا ترانه تصور کنه آقای یغما گلرویی، مثلا من میگم الان خیلی از شاعرای خوبم که ممکن است من به شعرشون اشراف ندارم، حالا خیلی از دوستانی که اگه این ویدیو رو ببینن خودشون میدونن مثلا این ترانه رو مثلا با ترانه‌های مثلا چه میدونم آهنگایی که آقای محمد اصفهانی خوندن اینا به مقایسه کنن، بگن آقا مثلا شعر اونا با این چه فرق، یا مثلا با اینا زمستون رو سر میکنن با اینا خستگیمو در میکنن. این یه ترجیبند گذاشتن. باز مثلا بوی ایدی، بوی توپ، بوی کاغذ رنگی، نمیدونم قلم زنی، اون یکی نمیدونم اینجوری کرده، ایدی نمیدونم لای قرآن، نمیدونم فلان دختر چادر به سر، اینجوری یعنی میگم انگار یه دوربین عکاسی داشت عکس گرفته از این ور از اون ور، مثلا از در دیوار عکس گرفته، همونا رو در قالب ترانه کنار هم چیده، تاشم ترجیباً بسته. من بی سواد الاغ اینجوری دارم این ترانه رو میبینم و من میخوام ببینم واقعا با لحاظ اون دوستانی که ادبیات شاعرشون قویه، این شعرها خیلی قویه. اگه قویه من هیچ صحبتی ندارم بکنم و حتما و ایشون حتما هم کارهای هیت خوبم داشتن، من نمیخوام بگم نداشتن، ولی اینجور که برای خودشون تبلیغات میکنن میخوام ببینم واقعا ایشون اینقدر کارشون قویه. مثلا میگن به یاد واروژان عزیزم عالی جناب موسیقی نمیدونم عزیز دلم یک آهنگ ساختم. اوکی واروژان جان خوبه که نیستی تو فیسبوک، خوبه که فن نداری، خودت خبر نداری از این حرفا، 1 2 3 4 نمیدونم 1 2 3 4 نمیدونم چه سایما یا A B C D O F G از این حرفا داشت میزن.
یعنی برای اون عشقش و برای اون سلطان چون و چرای موسیقیش آقای واروژان، که مثلا آقای نمیدونم شوبرت آواکیان مثلا برای یک ایرادی از یک سری یک جای موسیقی آقای واروژان ایراد گرفته بود، ایشون گفت اصلا اومده راجع به اسطوره موسیقی ایران اومده از فلان جای کارش که ایراد گرفته. مرد است الان تو اروپای مدرن، تو خارج، تو آمریکا دارن مثلا از آهنگسازی بتهوون دارن ایراد میگیرن، دارن ایراد مثلا موسیقی موزارت رو دارن میگیرن. بعد تو میگی واروژان خدای مثل من و هیچ کس هم حق نداره راجع به صحبت کنه. حالا من که صحبت کرده آقای شوبرت آواکیانه که به نظر من فوق العاده تو این قضیه. همه خفه خون بگیرین که آقای شهریار قمری و رفقاشون و همه اون آدمایی که تو استودیو پاپ بودن اینا بهترینا ایران بودن، مثلا راجع به اینا باید حرف بزنن. این هم مثلا حالا عالی جنابشون آدم مقدسشون اومده گفته واروژان جان چرا تو فیسبوک نیستی؟ خوبه که تو فیسبوک نیستی و فن نداری و خودت خبر نداری. خب الان عزیز من بیشعور من نفهم این الان علاوه ادبی خیلی چیز عجیب غریبیه. خیلی برای من مثلا واقعا جای سوال داره. و یه چیز جالب هستش مثلا آدم راجع به فرهاد مهرادم که خب خدا شاءالله من فرهاد مهراد واقعا جزو بهترینای موسیقی مملکت ماست دیگه، و ایشون مثلا خب خود الحمدلله فرهاد مهراد خیلی دوست داره و قبولش داره. مثلا میگه فرهاد مهراد یه آدم تنبلی بود که دیر به دیر کار میکرد و مثل من نبود که مدام در حال کار کردن و مثلا ترانه نوشتن و بیرون دادن باشه. ببین از من اینجور که من میدونم، اینجور که سطح آیکیو پایین من میفهمه، تمام این بزرگان موسیقی دنیایی که حالا من در عالم موسیقی میگم، حالا خدا میدونه، مثلا پیکاسو مثلا می‌خواسته یک نقاشی بکشه، مثلا 5 سال طول می‌کشه تا این نقاشی فلان شام آخرش مثلا تموم بشه. یا مثلا مایکل جکسون مثلا می‌دیدی هر 4 سال 5 سال یه بار یه آلبوم میدادن بیرون. جورج مایکل مثلا می‌دیدی همینجور 5 سال 6 سال یه بار، مثلا خیلی از خواننده هستن هر 4 5 سال یه بار مثلا 6 سال حتی 10 سال میدن بیرون. یا مثلا آقای جیمز کامرون مثلا وقتی می‌خواست فیلم تایتانیک رو بسازه از سال مثلا 1989 1990 مثلا 10 سال مثلا 7 10 سال قبل از فیلم تایتانیک شروع کرده به تحقیق و فلان اینا که بره باز زیردریایی سوار شه، بره خودش از تایتانیک عکس و فیلم بگیره و فلان کنه. یعنی این همه مثلا هزینه کرده که رفته دنبال مثلا چیز و بعد 7 10 سال تازه سال 97 این فیلمو داده بیرون اومده و خب 1 میلیارد خورده فروش کرده، 7 تا 6 7 تا هم اسکار گرفت دیگه. یعنی فیلم ماندگار در تاریخ شد. یعنی میخوام بگم هنرمندا و آرتیستای بزرگ دیر به دیر کار میکنه، یعنی دیر به دیر میدن و رو اون علت دیر دادن بیرون چون اینه که کلی رو آلبوم کار کردن. اگه مایکل جکسون، اگه جورج مایکل اینا موندگار شدن برای که اینا هر 5 سال یه بار 6 سال یه بار انقدر میشستن رو ترانه و نمیدونم موزیک و تنظیم و کوفت و زرمارش کار میکردن که وقتی میدادن بیرون مثلا این آلبوم هیستوری مایکل جکسون که موندگار میشه، آلبوم نمیدونم اولدر جورج مایکل اگه موندگار میشه، آلبوم نمیدونم چی که چیز آلبوم اینوئندو مثلا کوین مثلا وقتی موندگار میشه، اینا که سالها رو اینا تلاش شده و هنرمندای دم دستی هستن که هر 5 دقیقه بار یک آهنگ میدن بیرون، 6 دقیقه بار اصلا مشخصه دیگه. الان مثلا من گفتم آقا من باب راس رو خیلی دوست دارم، من نقاشی باب راس مووزوزی من تو تلویزیون مثلا چیز میگه، بعد از این آدم خیلی مثلا به نقاش خیلی حرفه‌ای سوال کردم، مثلا گفت مثلا کاریشون کار دستیه. یعنی شما نگاه کن وقتی مثلا فلان نقاشی 10 سال روی تابلوش کار میکنه با یه آقایی که مثلا به 5 دقیقه 4 تا خط میکشه و نقاشی میکنه، خب اونی که چیز ارزش کارشون خیلی بیشتره. یعنی اون آقای نقاش مثلا اینجوری جواب منو دادن که مثلا خب منم به نظرم حرف منطقی اومد و حالا در عالم موسیقی اینا حالا ایشون نگاه همینجوری میگه من مدام دارم کار میکنم و کار میدم بیرون. خب شما خودتون توجه کنین که آدمی که مدام کار میکنه میره بیرون کارش قوی تر میشه اون آدمی که هر چند سال یه بار یه کار میده بیرون. خب الان شما فرهاد مهراد نگاه کنین بیشترین کارم با ایشون کرده ولی اوشونی که داره میگه مثلا دیر به دیر کار میکرده همون نمیدونم چی میدونم چند تا آهنگ هم بخونده همش موندگار شده. و اینم باید اضافه کنم اگه ترانه های ایشون رنگ و رویی هم گرفته فقط به خاطر اجرای فرهاد بوده، اجرای سوپر حرفه‌ای و فوق العاده فرهاد بوده. مثلا شما آهنگ جمعه رو اول خانم گوگوش رفته خونده، شما برین اجرای خانم گوگوش گوش کنید، اگه ذره شما رو تکون داد، اگه ذره شما رو حرکت داد، یعنی اون صدای اون اجرای تمام احساس و تمام قدرت فرهاد بوده که به اون ترانه ها چیز کرده. مثلا نمیدونم آهنگ گنجشگر که اشین ماشین نمیدونم مال کیه، مثلا اون آهنگو دادن مثلا خانم پری زنگنه رو تیتراژ آخر فیلم گوسنا خونده گذاشتن. خب بعد این گنجشگر فرهادم خونده،
اجرای پری زنگنه کجا، اجرای فرهاد کجاست؟ خب 100 برابر بیشتر کنده دیگه چیزو. و ایشون هم چون دیدیم این خیلی قوی و فلانه، سریع رفته به چسبید و چند تا چیز کرده. ما ایشون حالا نمیدونم، حالا اگه تشخیص خودش حالا هرچی، من مثلا میگم راجع به تناسل ایشون مثلا نظری نمیدم، فقط میخوام بگم یعنی ایشون بوده که خیلی بیشتر به چیز، یعنی مثلا الان بوی ایدی، بوی توپ، همین ترانه کودکانهشون مثلا الان چند میلیون خواننده آهنگ خوندن، دوباره خوانی کردن، هیچ کدوم به اندازه خود فرهاد تونستن خوب بخونن. یعنی مثلا وقتی که خواننده نمیدونم این و اون برای این همه خوندن، تونستن به اون جلوه که فرهاد بیا آهنگ بقیه بدن. البته من یه اجرا از کامیار شنیدم، چون کامیار خواننده مورد علاقه منه و نظر من حرفه‌ای‌ترین خواننده ایران هستش و فوق العاده بچه باسواد با استعداد. یعنی اصلا من عاشق کامیارم، یعنی به نظر من بهترین خواننده تاریخ ایران نظر من کامیار. حالا کی مخالف این قضیه است خودش میدونه، ولی من سلیقه نظر شخصی من که کامیار. و اون اومد آهنگو حالت آرنبی و همون سبک خودش اومد خوند که بوی ایدی، بوی توپ، بوی کاغذ، مثلا با این استایل اجرا کرد. من به نظرم خیلی خوب بود. حالا بقیه ممکن خوشش نیومد باشه، ولی میخوام بگم که ایشون اگه ترانه هاشون اگه خیلی هم مثلا اگه موندگارم شده به خاطر این دلیل. یه چیز دیگه میخوام به شما اضافه کنم، اینه که نگاه کنید عزیزای من، ایشون میاد میگه که چرا ترانه هایی که ما اون موقع ساختیم ماندگار شده و اگه این جدیدی‌ها و نسل جدید اگه خیلی آدمن و خیلی مثلا مثلا خودشون هنرمندن، چرا کارا اینا موندگار نمیشه؟ اوکی، ببینید عزیزای من یک مثال خیلی ساده براتون میزنم، یه مثال خیلی کوچولو. شما امشب نشستی تو خونه‌تون یه دونه املت درست می‌کنی، 3 تا تخم مرغ، 2 تا تخم مرغ هم داری نیمرو می‌کنی یا نمیدونم رب می‌زنی یا فلان، با ترشی یا پیاز و فلان می‌شین بخوردن. آی به جونت مزه می‌کنه، می‌خوری کیف می‌کنی، چون همون یه دونه رو داری می‌شینی می‌خوری و لذتش هم می‌بینی، می‌شینی فیلم گنج قانون تو نگاه می‌کنی، املت هم می‌خوری کیف می‌کنی. حالا شما رفته روی یک دعوت شدی، یه میز سلف سرویس جلوتون گذاشتن، شیشلیک، بره، باقالی پلو، نمیدونم کوفت، نمیدونم پلو قیمه، فلان فلان، کباب، نمیدونم قفقازی، کباب بختیاری، کباب فلان، 100 مدل شام جلوت گذاشتن. شما میمونی وسط کدومو بخوری؟ عاشق همش هم مثلا وای اینو بخورم خدای اگه اینو بخورم سیر میشم، از اون یکی میمونم، وای اونو بخورم باز اینو نمیتونم بخورم. یعنی میدونی زودم سیر میشین، شامم زهر مارتون میشه. چون وقتی یک املته میگه آقا همین املته رو من دارم میگیره، یعنی الان دارایی یخچال من همین املته بوده، الان داریم ما پیاز میزنیم میخوریم لذتش هم میبریم، چون دیگه انتخاب دیگه ای ندارم. ولی وقتی 10 تا 80 تا نمیدونم غذا دیگه جلوت باشه، هم زود سیر میشی، هم غذای زهر مارت میشه. و به نظر من اگه عروسی‌های قدیم بیشتر مزه می‌کرد عروسی حالا، مثلا من چون به عنوان آدم دهه 60 من متولد سال 63 هستم و الان 40 سال سنمه، یادم مثلا عروسی که مثلا سال 75 مثلا میرفتیم، مثلا میگم 70 میرفتیم، مثلا میدیدی یک دونه پلو قیمه، مثلا ببخشید پلو مرغ، مثلا چلو کباب که میدادن همون یه دونه بود با ماست و نوشابه، می‌خوردی لذتش هم می‌بردی فلان. الان میره عروسی حالا 600 مدل غذا می‌ذارن، مثلا زهر مارش میشه دیگه. یعنی میخوام بگم همون تک غذا هم خودش به اون مثلا حال مراسم کمک می‌کرد دیگه. حالا یعنی میخوام بگم این قضیه، حالا میخوام ربطش بدم به اینا که شما وقت زمانی که اون موقع، خب ما مثلا چون من به عنوان آدم دهه 60 که هم دوره بعد اینترنت و هم دوره قبل اینترنت زندگی کردم، مثلا من سال 72 مثلا 12 13 سالم بود، یک نوار کاست دست ما میرسید که مثلا آلبوم جدید آقای کوروس مثلا بود که آهنگ فردا با هم میریم سفر از همه دنیا بی خبر مثلا آهنگش بود، و آهنگ توی رودخونه قلبت قایق من، مثلا این آهنگا از اون موقع تو ذهن من مونده. حالا مثلا این دوتا آهنگ فرجن بود، مثلا زیر بارون دیدمت تو خیابون فراموشم نمیشه، مثلا آهنگ مزخرف هم توش بود دیگه. ولی ما چون همون یه نوار داشتیم و 7 تا آهنگ توش بود و تو اون دوره خفقان رفسنجانی وامونده که نوار ویدیو و نوار کاست اگه میگفتن یا رو رشیش یا آویزونش میکردن، وقتی این نواره مثلا دست به دست 4 نفر مثلا تو 6 ماه با همین یه نوار با هم 8 تا آهنگ صفا میکردی. مثلا زمانش وقتی آهنگ کج کلاخان گوگوش در میومد، یه دفعه مثلا میدید تا 1 ماه مردم صبح شب از به قول چیز بلنگو بوغیای امیریه و نمیدونم همه جای ایرانش همون آهنگ رو گوش میکردن، چون تنها آهنگی اون موقع ریلیز شده بود، چون اون موقع هم صفحه بود دیگه، هم که مثلا گرامافون تو خونه هاشون نداشتن یا از رادیو بعد گوش می‌کردن. و وقتی مثلا آهنگ چیز در میون، الان مثلا کج کلاخان خیلی اثر مثلا هنری ابرو به من کج نکن کج فلان الله نگهدارم، من یک سوارم و هیچ رقیب ندارم، این آهنگ مزخرفه دیگه. ولی چون تو اون تاریخ اومده بیرون و همین یه آهنگ بوده، مردم ازش خاطره دارن، دقیقاً مثل اون املت هست. ولی الان شما یه هارد اکسترنال داری یا هارد اینترنال داری، مثلا 2 ترابایت حجمشه،
فول آلبوم ابی، فول آلبوم گوگوش، فول آلبوم داریوش، فول آلبوم نمیدونم فلان، فول آلبوم مایکل جکسون، فول آلبوم جورج مایکل، فول آلبوم نمیدونم کوین، فول آلبوم، این همه، یعنی هر کی الان نگاه میکنی تو هارد کامپیوترش 500 گیگ موزیک داره. حالا شما موسیقی‌سازان خارجی، داخلی، کلاسیک، نمیدونم این جدیدیایی که الان دارن در میان. خب شما الان این همه مثلا یه فیلم 6000 تا 100000 تا آهنگ میمونی کدومو گوش کنی؟ مثلا همون سرویس میمونه. میخوای مثلا آهنگ مثلا در ثانیه مثلا آهنگ نمیدونم ساسی مانکن در اومده، همه دارن اونو گوش میدن، 2 روز بعد نشده مثلا این آقای نمیدونم امیر عباس گلاب یا آهنگ دیگه داد، همه دویدن اونوری، باز امیر عباس گلاب دارن میخوان گوش کنن یه فیلم، باز نیم ساعت بعدش آقای نمیدونم کیکی یه آهنگ داد بیرون، یا داریوش نمیدونم فلان آهنگو داد، یا نمیدونم ادل فلان آهنگو خون، بیانسه فلان چیزو خون. یعنی میخوام بگم انقدر که برای این تمرکز روی این آهنگا نیست که بخواد موندگار بشه، انقدر که الان تنوع زیاده و اون کسی که الان آهنگ هیت میسازه، ببین بین این همه وقتی میره بالا، اون الان تو این دور زمان کارش درسته. و شمایی که میای میگی همه کارهای من موندگار شده و کارهای اینا موندگار نشده، همین موسیقی آقای چاوشی مثلا، فیلم سنتوری مال سال 85 دیگه، مال سال 80 همون دیگه، همون سه تا آهنگش هنوز ماندگار نشده تو قلب من. رفیق من سنگ صبور غم ها، اینا موندگار نشده. آهنگ مثلا چرا رفتی و همایون شجریان موندگار نشده. آهنگ حسرت آقای محمد اسماعیل، نمیخواستم خورشیدو ازت بگیرم، موندگار نشده. آهنگ ای نامد از دل و جان بر، این آهنگ موندگار نشده. فقط آهنگ بوی عیدی، بوی توپ، نمیدونم بوی کاغذ رنگی موندگار شده. ببینید من اینا همش متاسفانه این آدمایی مثل ایشون سوء استفاده میکنن از مملکت جهان سومی ما که همش در حال مقدس کردن آدمایی. یعنی امروز وقتی که مثلا میگن داریوش خواننده خداست، الان هزاران نفر برای داریوش خواننده گردنشون میشکنن. و داریوش خواننده اونایی که موزیسینن، اونایی که مثل من بت پرست نیستن، 2 دقیقه پای کنسرت آقای داریوش میشینن مثلا کامل نمیکنن، میبینن 80% کنسرت فالشه. و تمام آهنگسازایی هم که پشت سر ایشون مثلا میمدن تبلیغ میکردن، میگفتن آقای بابک افشار مثلا میگه آقا ما آهنگ بمان مادر رو ساخت، بمان مادر بمان در خانه خاموش خود مادر، مثلا این آهنگ میگم برای ایران، جنگ ایران و عراق مثلا ما این آهنگو ساخت می‌کنیم داریوش بخونه. 2 سال تموم این آهنگو نمیتونست بخونه، ای فالش میخون. که من خیلی جالب خودم تعریف میکنم، بابا داریوش بخون دیگه مثلا دهن ما رو سرویس کردی، بخون دیگه، جنگ تموم شد و ایشون نمیتونه بخونه. یا آهنگ چشم من، آقای شمالی زاده میگم من برای ضبط آهنگ چشم من مثلا 1 ساعت بیشتر وقت نمیذاشتم برای خواننده که میبرم تو استودیو. برای آقای داریوش 33 ساعت رفتن استودیو که بتونه آهنگ رو ضبط کنن. و تو آخرین لحظات که ایشون دیگه نمیدونم خواسته بیخیال بشه، ناامید شده، حالا کار خونده و در اومده. وقتی الان میگن آقا داریوش خداست دیگه، امروز مثلا شما بگین نمیدونم مثلا کامیار، بابا کامیار کیه؟ مثلا چه میدونم کاوه یغمایی کیه؟ اون نمیدونم خواننده دیگه، نمیدونم این همه خواننده که اصلا تو کنسرتاش نمیدونم بهترین حالا مثلا علی مثلا زند وکیلی کیه؟ نمیدونم مثلا همایون شجریان که فقط داریوش ابی. میدونی اینا دارن از این قضیه سوء استفاده میکنن که مردم ابله ما خیلی هاشون با این تقدس کردنشون، با این مقدس سازیش که یه نفر وقتی تو حالا طرف مثلا دختره از عشق شکست خود، حالا شب رفته خونه مثلا آهنگ یاور همیشه مومن گوش داده، حالا بهش خیلی حال داره، افراد دیگه عاشق داریوشه و هیچ کس دیگه اندازه داریوش نیست. میدونی اینا دارن از این موج ایراد مملکت ما استفاده میکنن و برای همین چیزا دارن موندگار میشن. اینه که تو دنیای متمدن شما برین اینجوری برنامه اجرا کنین، کنسرت بزنین و گند بزنین، مطمئن باشین پاواروتیشو هو کردن دیگه مردم. تو یک جای کنسرت فقط تو گام بالا ایشون یک خروسک ماده تو صداش، فقط هوش کردن مردم. و شما اجازه داری برید مثلا 2 ساعت 10 تا 100 تا کنسرت اجرا کنین، همه‌شو فاش بکنین بعد مردم برای دست بزنن. میخوام بگم این آدم اینجور مراما داره. و به نظر من 2000 یه آدم هنرمند باید نازشو بکشن، هنرمند باید به دست و پاش بیفتن. یعنی باید بگن آقای هنرمند خواهش میکنیم برای ما یک دهن بزن بخون، ما لذتشو ببریم، مثلا به دست و پاش بدن، پول بهش بدن که تو رو خدا ببرم برنامه اجرا کن. هنرمندی که توجه رو گدایی میکنه از مردم 2000 نمیارزه عزیز من. هنرمندی که میاد میشینه میگه آی چرا الان من اومدم توی یه روم کلاب هاوس کسی نیومده، مثلا 40 نفر بیان، این یه هنرمند بازنده و تموم شده است. این هنرمند بی شخصیته.
هنرمندی که وقتی میخوای کارش رو نقد بکنی حمله میکنه و توهین میکنه، به جای که همونجوری که تو داری مثلا ازش مؤدبانه داری سوال میکنی اونم مؤدبانه جواب تو بده، وقتی توهین میکنه این هنرمند کوتوله است. این از جایگاه خودش مطمئن نیست، این اعتماد به نفس نداره، میدونه که اوت شده و تموم شده، به هیچ جایی نمیرسه. و به قول خودش اگه کار زمانشه الان چرا هیچ کار موندگاری نداره. ایشون که خواننده پرکاری هم مثلا تند الان کدوم ترانه چند صد ترانه از ایشون در اومده به قول خودشون، توی چند صد تا چند تاش موندگار شده. همینجور فقط میگم متاسفم که این حرفا رو میزنم، ولی خب دیگه واقعا باید برای آگاهی بعضی از آدم‌ها اینا رو بزنن که مثلا بفهمید که آقا این آدم‌ها رو الکی اسطوره نکنین، گنده نکنین، بشین اول واقعیت طرف رو بشناسین، به تبلیغاتش رو مثلا چیپس مثلا می‌بینی چیپس همش آشغال، یعنی همش برای بدن ضرر داره، بعد تو مثلا جعبه خوشگل میذارن رنگ و لعاب بهش میدن نمیدونم فلان میکنن که مثلا میخوری هم خوشمزه است، ولی می‌بینی تهش مثلا کوفتم چیز نداره، تازه همش ضرر داره برای بدن. ولی اون تبلیغاتی که روش شده شما رو گول میزنه که مثلا اون چیپس رو نداری بخوری. حالا ایشون هم آفتاب لگنش 7 هسته، شام نهارش چیه؟ یعنی فقط تبلیغات رو خودش میکنه و همه رو سرکوب کنه. میگم اصلا کلا مملکت ما دیکتاتور خیزه، همه دیکتاتورن تو این مملکت، همه آدما تو خونه خودشون دیکتاتورن، همه باید مورد تکریم و باریکلا قرار بگیرن. یک انتقاد از هر کس، مثلا شما از مادر بزرگ ایراد بگیر، مثلا همونجوری مثلا مادر بزرگ چرا مثلا آشی که درست کردی شور شده، همونجا ملاقه رو میکنی تو مغزه. به بابات بگو مثلا چرا نمیدونم فلان کار کردی، همونجا با چوب میزنن تو مغزه. کلا ملت ما همش باید ازشون تعریف بشه و هیچ جای انتقادی نیست، انتقادم بکنی حمله میکنن. و ایشون هم که دیگه مظهر کامل و هممون هم صبح شب دیکتاتوری داریم میرنجیم و با آخوندا فوش میدیم که اینا دیکتاتوره. نه، هممون دیکتاتوری میسن. و تا وقتی هممون این دیکتاتوری رو تو وجود خودمون نکشیم زندگیمون همین هست و جلو هم خواهد رفت. اینا که هنرمندان و اینا که آدمای فریخته و روشنفکر و فرهنگساز اجتماعمون هستن که اینجوری میگه وای به حال آدمای دیگه